کی؟ پدرت. آسیا، در اینجا چی میکنی؟ باید با تو درباره دخترمون گپ زنیم. چیزایی هستن که تو نمیدانی. چی رو؟ دخترمون زنده است. شنیدی پینار؟ پدرت زنده بودنت رو میداند. با او شناس نکردم. دخترمون پینار، همون دخترت که چند سال پیش او رو برای پولهای از پدرم گرفته ترک کرده رفت. او دختری ماست؟ نه، او دختری من است. تو پدری او بودن رو سزاوار نشدی. اینطور باشد آن توموری که در گردنش آویخته بودم کجاست؟ از کجا دانم؟ این آدم چی را میپرسد؟ انا این را میپرسم. توموری که روزی تولدت به گردنت آویخته بودم. ای من تو را نمیدونم. واسه سکنون دیوانه میشوم. رو از اینجا زودتر. مادر گوش کن آسیا. بابا نگه نشو از اینجا. من و مادرم رو به حالمون گذار. فهمو؟ تو پدری من نیستی. با تو نفرت دارم. پینار لطفاً التجا میکنم. پینار گوش کن، حالم خیلی بد شد. مادر بله پدری تو نیستم، چون که دختری من به نزدم در گردنش این تومور آمد. کمی تومور رو به من ده. این آدم را دور کنید. یشی جناب آسیا رو با موشی حالا ایستید. راه گرده جناب. ایستید، انگشتری نیست. راه گرده. یشی دست من. امیر با تو گفتند تو برای من خیلی قیمتی یاسمن. نمیخواهم به ناخون تو ضرری رسد، اما به این سوال جواب دادن خیلی مشکل است. خواطر نشد. من قرارم را دادم. امام جان، بیمارتون چی حال دارد؟ دخترم تویی؟ امشب من نوبت دارم. اگر یگان احتیاجی شود خبر دهید. میلش خدا شفا دهد. آمام در کجاست؟ در درون. اشیر پینار در کجاست؟ در بالا. خوب، خیلی موافق. من هم با شما تنها صحبت کردن میخواستم. درباره چی؟ همون آدمی که دیروز آمده بود. خیر؟ راست میگوید. اشیل از برای خدا، از یک طرف تیمور، از طرف دیگر تو. به خدا حال و طاقت این گپا رو ندارم. اما جون التجا میکنم چشمانتون رو گشایید. هر دویمون هم خطا کردیم، اما اکنون وقتی در بری هم بودنمون است. تو چی گفتن میخوایی؟ دیروز از درونی توموری افکنده ای اون مرد برآمد. وقتی که برای گرفتن پینار با بیمارخانه رفتم، در نزد همشیره یک جوان ایستاده بود. من به نزدشان نرفتم، اما از سراخی در تمام سخنهایشان را شنیدم. پینار را بوسید، دزدوری کرد، بوی کشید. بعد یک تومور داد. این را از گردنش هیچگاه نبرارد گفت. حتی به فکرم در درونش انگشتری نشان داشتم. باوری داری این از درونی قوطی بر اومد؟ با چشمای خودم دیدم. از تو میپرسم پدرش رو دیدی؟ اگر آسیا از هوش نمیره همش معلوم میشد. تو آسیا رو نگاه بین کن. آن طرفش را به من سپار. این شب این کار را حل میکنم. پگاه صبح فریده نمیماند. اگر من به دست رفتم تو هم میافتی. برای همین این کارو خوب انجام ده. او
رو نظارت کردم. با اشک چشم این رو میکفت. یعنی اگر برایش مهم نمیبود اینقدر زیق نمیشود. اما نادرست نفهمید. من از شما یک تنگه هم نمیخواهم. تنها این کنده های خونمک رو از نزدتان دور کنید. باز تویی؟ مادرم رو به حالش گذار. باز با بالای سرش نشسته زهرآلود نکنی. اشیل در اصل این طور گفتن نمیخواست پینار. چی گفتن میخواست؟ من شنیدم که کنه های خونمک گفت. مگر دروغ است؟ اشیل لطفاً. مایل شما خاموش میشوم. اما التماس در خصوص گپایم فکر کنید. او چی گفت؟ اشیل این رو از زمین یافته است. چنانه که مادرت گفته بود از درونی تو ما رفتیده است. خانم اوسیا، گپ زن. با اجازت شما من میروم. مایلش رو. یعنی فکر میکنه که من دروغ میگویم. با ما حسد میبرد. معلوم است آخر با خوشبختی ما حسد میبرد. خیر شما چی فکر دارید؟ من باوری دارم پینور. اگر این طور نمیشد مگر من آن ورق‌ها رو امضا میکردم. اما برای سری راهی گپ‌ها رو گرفتم باید این کار رو کنم. چی را؟ باید چی کار کنید؟ تحلیل DNK رو. دخترم، پیش از اون که اینها را به تو گویم خیلی فکر کردم. این طور نمی شود. به گاهی گذشته وقتی که به من حکایت را نقل کردی خودم را به زور داشتم. چطور پدرت بودنم را می گفتم. شخصی که تو را ترک کرده است او را پدر میگویی. نمیتوانم.
اوه کی آمده است؟ کنی بیا گذر دخترم، گذر. حالا چراغ را روشن کنیم. کنی گذر شین. خیر؟ در خونه زیق شدم، اگر باشه 10 سیر میکنم. خیر تو چیکار کردی؟ ما وظیفه خونگیم رو تیار کردم. شما چیکار میکنید؟ هیچ. شما هم زیق شدید؟ بله من هم زیق شدم. این طرف باشد بازی میکنیم. بازی؟ نه بازی نکنیم. اگر خواهی من به تو افسانه خوبی نقل کنم، چی میگویی؟ مایلش این طور باشد. گوش کن. بوده است نبوده است، یک وقت کودکی خورده بوده است. مادر جان خوش آمدید. خوش باشی جانکم، خوش باشی. کنین ها رو گیر. امینه در کجاست؟ به نزد امک ایهان برآمد، زیق شده است. آخر امک ایهان خودشون بیمارند. خیر اینها رو جابجا کنم، بعد رفته رو میارم. رفتیم جانکم. تا صبح همینجا انتظار میشویم. تا برآمدنش انتظار میشویم. صبح نگوی ابله، نگوی. انتظار شوید. شما را چنان به بازی می‌دارم که کنی پسرم دفتر و کتابات رو جمع کن، خوراک میخوریم. مایلش مادر جون. من رفتم این رو جیغ زنم. به فکرم اومد. من آمدم. اوه امینا تو کجا بودی ها؟ من در نزد امک ایهان بودم. کنی لباست رو برار. مگر این طور به خانه دیگران رفتن ممکن است دخترم؟ عیب است تو خیر. اما امک ایهان انسانی خیلی خوب است. هم به من افسانه نقل کردن. افسانه؟ بله، خواستن که به شما هم نقل کنم. به من؟ کنی نقل کن. بوده نبوده؟ یک وقت کودکی خورده بوده است، از همه چیزها بیخبر، بیگناه. خیلی دختری زیبا بوده است، اما پدرش به او ناحقی کرده است، او را ترک کرده است. هم مادرش و هم آن دخترک خود را. کودک خورد یک بیگانه را مادر گفته کلان شده است، اما یک روز حقیقت را فهمیده است. بعداً برای یافتن پدر و مادرش برآمده است. تقدیر او را به خانه پدرش رسانده است. پدر و دختر بیخبر همسایه شدند. بعد از چند وقت آن شخص حقیقت را فهمیده است، اما این دفعه از دخترش شرم داشته است. من پدرت هستم گفته نتوانسته است. چندین بار گفتن خواسته است، مکتوب نوشته است، اما به او گفته نتوانسته است. به فکرش چاره آخری نیامده است. برای دختری خردش افسانه نقل کردن، چنانی که همه پدران نقل میکنند. من هم نقل کردم. باز این نظری دادن.
بیگاهی گذشته وقتی که به من حکایت را نقل کردی خودم را بازجوی داشتم. من پدرت هستم گفته نتوانستم. شخصی که تو را ترک کرده او را پدر میگویی؟ پدر تارا دامت ساگر من رو به کجا میبرید؟ وقتی رسیدی میفهمی. حالا باشه دارم نشین وگرنه روز از سیاه میکنم. الو آمده ما هم نزدیک شدیم. حاضر میرسیم. مرا گوش کنید و درون بینا ندروید. در بیرون توقف کنید. دقت جلب نکنید. انشالله یکان ماشینی خودتر میورم. باز در دیمی راه نمانه. مادرم چی حال دارن؟ بهتر شدن؟ سرش درد میکنه. داروهایش رو دادم وگر خوب رفت. بیچاره رو بیمار کردند. خیر حالا به نظرشم نمیبرم. ناراحت نمیکنم. همش در همین جست. کنی بینیم از عهده این کار هم می برآمده باشیم. انشالله از خود کردم. انا بعد می بینم آن نازک کرشمه ها چی می شود. این ماشین رو از کجا یافته؟ باز در نیستی راه نمانه. تو این ماشین را پس نزن. محرکش با قوت است. بنزین هم ایلوا کردم. خیر مایلش بادی خط باشه. تا بازدید. من به مغازه رفته آب میخرم. در آن کوه پشت شاید مغازه نیابیم. یکان چیز میخواهی؟ نه زودتر بیا. کسی نده از اینجا رویم. مایدش
با من بیا. سرده بیا گفتم. سرده زودتر بیا. بیا راه گرد زودتر. بیا زودتر. سرده گفتم. سرده گفتم. دختر کجا شو؟ ریخته است. دا. تو از این طرف را، من باشم از این طرف. خدایا با من کمک کن. برو خوب کن. اگر رو نیابیم سردار ما را زنده نمیگذارد. در این تاریک او را از کجا میابیم؟ در همین جای ها است. دور رفتن نمیتواند. نباید سرسادی سرده التماس فرمان سرده دخل فرزند دارم از من چی بخواهد سرده دخل تا کجا میکنی؟ سرده من رو رها کنید. چرا این خود جواب نمیدهند؟ چی شد حل کردند؟ نمیدانم، حالا خبر ندادن. یگان مشکلی نمیبرد همین طور؟ شاید نبروید. هیچ چیز نیست، از دستش گرفته میبرند. اگر همین را هم نتوانند روزشان را سیاه میکنم. تو چی کار کردی؟ از برآمدنت آسیا خبردار نشد؟ بیچاره داروی زیاد رو نوشیده خواب رفته است. من هم به یک عذابی برآمدم. یه شیل از من شبهه میکنند.
پیش از برآمدنم 100 بار پرسید. به نزد عمه‌اش اومدنش رو به تو گفت؟ نه چیزی نگفت. درده سارا کار حل شد سردارم. زن را گرفتیم. نه هیچ مشکلی نیست. باز چی شد؟ با تو گفتم که او کایها گریخته است. او کی بود؟ احمقی نکن. اگر اون میدونست از خونهش میبرآمد با کی خبر داده میتواند؟ آخر او با تیاری آمده بود. نقاب داشت. و آدمی رهگذر مانند نبود. خیر چیکار میکنیم؟ اول دهانمون رو محکم میکنیم. هیچ چیز رو نشان نمیدهیم. سردار نفهمد. آخر میدونی دفعه گذشته کار ناپوره بود. اگر سردار گریختن این رو هم فهمد احوالمون وزن میشود. زنگ زدم در راه بود است. بیا زودتر از اینجا رویم. زودتر. گریه نکنم اینا. من میترسم. چرا میترسی؟ آخر من در برات هستم. با پدرم زنگ زد. اومده همراه ما ایستن. تلفن مادرم در خونه است. نترس جانکم. من از نزد درت به هیچ کجا نمی روم. وقتی بیدار می شوی همش می گذرد. اما فرزندانم چی می شوند امیر؟ سلامتی تو برایم از همه مهمتر است یاسومان. حالا وقتی اینها رو فکر کردن نیست. قرارش را دادیم. تو از جراحی صحت و سلامت برو. دیگر همش می شود. نترس دخترم. اجازه دید باید به رو بریم. میلش. خاطر نشو یاسومان. همش خوب می شود. فریده زنگ میزند. جواب ده پسرم. لبای یاسین چی شد پسرم؟ رفت؟ با کجا رفتنش رو نگفت؟ ای خدا. میلش پسرم تو در و تریزه رو محکم کن. من حاضر می آیم. پدر فریده به شما سراغه نوش رو داده بود؟ چی شده است؟ فریده نیست. کودکا در خانه تنها موندند. ای خدا. من یک رفته بینم. فریده هم وقتی رفتنش رو یافته است. نویس پسرم. کوچه بناکاران 11. حاضر خانم همشهره آماده شما رو آماده میکنند. چرا گریه میکنی؟ خورسان شو کمی درتر تمامی دردهایت نیست میشوند. مگر برای چنین انتخابی وزنی کردن مجبورم. من فرزندانم را گم کردن نمیخواهم. این طور با آنها یک امکانیت ده. چطور؟ اجازت ده تا آنها هم تقدیر خودشان را بینند. تو چرا آمدنم را با اصرار طلب میکردی؟ من کار را تمام کرده برمیگشتم. برای؟ نه این چیست؟ سوزن دارو؟ دارو خطی نجات دهندم. از فریده خون میگیرم. برای چی؟ باز برای چی گفتم میپرسن. مگر تحلیل ده این کارو تو با اوسیا پیشنهاد نکرده بودی؟ امروز یا پگاه میرویم گفته مرا بیزو بیتا کرده است. باید تیار باشیم. همین که خونها رو عوض کنم رسما دختر آسیا میگردم. این کار تو به عقل شیطان هم نمی آید. تو هم با من موافق همین رفتار.
التباس مرا سرده داخل شما از خدا نمیترسید سرده التباس شلاق میخوری شاید پدرم باشند. پدر آمدم جون. مادرتان حالا هم نامده است؟ نه آمده است. سفره رو کی آماده کرد؟ مادرم. خوراک میخورید؟ بله. نباشد برای چی برآمده رفت؟ من از امکی ایهان رفتم. امکی ایهانش باز کیست؟ صحیح به خونه‌مون در بالا زندگی میکنن. او در خانه است؟ او هم نیست. هر دویشان هم نیستند. پدر چیکار میکنه؟ چیکار میکنیم پسرم؟ آمدن هر دویشان را انتظار میشه. تنشینید. دردتان وزنی شد. اعضاهای درونیتان ضرر ندیدند. حاضر انستیزولوگ آمده شما رو میخوبه. وقتی بیدار میشوید سلامتیتان خوب میشه. باز چقدر دوام میکرده باشد؟ دخترم یک چیز پرسم؟ البته مرحمت پرسید. کمی پیشتر کلینم رو به جراحی در آوردن. بسیار طول میکشد. حالا او را جراحی نمی کنند. حالا وقت دارد. چطور؟ کمی پیشتر در پیش چشمانم او را بردند. اگر خواهید با دخترش صحبت کنید. چی شد خانم دکتر؟ یگان مشکلی هست؟ یاسمان خوب است؟ همسرتون از جراحی دست کشید. برای همین ساعتهای نزدیک احوالشان چگونه خواهد شد به شما چیزی گفته نمیتوانم. اگر خواهید با خودش صحبت کنید. اکا بیاید گذارید جان در درون است. نه من نمیدرویم. تو هم زودتر کارت رو تمام کن. وقت خیلی تنگ است. من میدونستم که این کاری توست. میدونستم. آفرین. یعنی بعد از 40 سال هم باشد عقلت کار کرد. اما خیلی دیر. چون که تو رو به سفری دور و دراز میفرستم. سفری که بازگشت ندارد. به 7 قبط زمین.
من باشم اکنون بر راحت نفس میگیرم. از غم‌های به من داده دلگیر نشدی پینار. هر دومون کودک بودیم، از هیچ چیز خبر نداشتیم. چرا گناه مادرم رو از من می‌ستونی؟ تو حالا هم در همون فکری؟ گذشت اون حساب، اکنون انتقام رو فراموش کردم. حسابی من کلانتر است. با تو چی میرسد؟ من اونقدر پول هم ندارم. خب بیکار هم در همین است. تو نمیدونی که بچه چیزها صاحب بودی. برای همین از دست گرفتن آسان می شود. دستی او را کشا. کنی زودتر. تو چی کار میکنی؟ چی کار میکنن؟ تو از من چی میخوری؟ بس گفتم رو کرده. تو آماده شدی؟ بله اکا. سلوغ نمیشود. نباشد چی کار میکنیم؟ بنداره. بله اکا، در ماشین است، بیارم. او رو آوخته در یک اونجا پرتایه. خیلیش. چی کار کردی؟ حل شد؟ البته حل شد. اناکنون نوبت است تو. او را کشید. مالش. این چیست؟ چرا پنهان میکنی؟ این چیست؟ دیروز وقتی که در راه می آمدم و یک آدم در آنجا کسی هست؟ زود دختر رو گرفت. از اینجا می رویم. رفتیم. مرا با کجا میبرید؟ دمت را گیر. شکر که میگی زنده ای. سرده دوخی. التماس من به شما چی ضرر رسوندم؟ سرده دوخی سرده. دمت را گیر. مثل لولی ها از لقیدن نمانده. هنه گذار. جیبته تو آماده شده است. به خدا التماس نکن. امروز کمی بهتر شده. دیشب شما رو دیده خیلی ناراحت شدم. تا صبح خوابم نبرد. هر لحظه در فکر شما بودم. من خوبم، خواطر نشم. این طور باشد چرا گپ نمیزنید؟ تا نپرسم چیزی نمیگوید. در وقت ناشتا هم یگان گپ از دهانتون نبر اومد. خواطر نشم. مرحمت خون. ما رو همون رو دوام میدیم. فهمیدم. ایست مادر جان، شما نمی آیید؟ نمی آیم پینار، امروز کار دارم. یک کاری خیلی مهم دارم. اگر خواهید من هم با شما روم. تنها می روم. رفته.
این ابله باز برای من در رو محکم میکند. حالا برای این کار جواب میدهی. باید صحبت کنیم. آسیا مثل پیشترم نیست. پینار، درد اساسی من فریده است. اگر دیشب میکشتی حالا این مشکلی رو نداشتیم. ابله شخص او رو نجات دادن میخواهد، نمیفهمی؟ آخر تا دامنی کو رفته است، قریب به درون میدر آمد. وقتی او در اطرافمون بود میتوانستیم یکم کس رو بکشیم. خیر چی کار میکنیم؟ تا معلوم شدنش انتظار میشویم. اگر لازم شود انتظار میشویم. صبح بخیر آقای تیمور. چی میخواهی؟ دیتکتور شما ویران شده است. از مرکز خبر دادم، برای تعمیر اومدیم. مالش بینه وقتی جا میگیرد؟ همانگی 1 دقیقه. مالش. خیر من به حجره هم میروم. بعد صحبت میکنیم. مالش. آقای تیمور در اینجا یک کامیرا است. چی؟ چی شد پسرم؟ فریده در کجا بود است؟ در چخوری جهنم. تمام شب این خانم نآمد. کودکا رو به مکتب برده به اینجا آمدم. یگان حق همسایه ندارد میپرسیدی پسرم آخر؟ آخر مادر کسی او رو نمیشناسد. کودکا تنها صاحب خانه رو میدونند. خیر از صاحب خانه میپرسیدی؟ اگر میافتم میپرسیدم. یعنی چی طور؟ این چی معنی دارد؟ مادر فریده بعد از کارگیری کنون به بالا برآمده است. بعد از اون وقت باز هر دویشان هم نیستند. اگر چنین کارو کرده باشد دست من التماس نکن. آخر تو را در این احوال دیده من آب بشوم. باز چقدر این درد را طاقت میکنی؟ آخر گپی دکتر را شنیدی کو؟ قبرغت شکسته است. دیر یا زود حتما باید جراحی شوی. مردنی کودک هایم را دانسته چی طور به جراحی درایم؟ همراه من آنها نیز چشمهایشان را میپوشند. نمیشود. از من این را طلب نکنید. مایلش لیکن ما هیچ گناهی نداریم. ما هم چنین شدنشان نمیخواستیم. اما چی علاج؟ تقدیرمان همین بوده است. آخر چنانه گفته بودم حالا در پیش حیات دور و دراز ما را انتظار است. اگر خواهیم باز میتوانیم پدر و مادر شویم. راست میگویید. تقدیری ما همین بوده است. اما تقدیری فرزندانمان را دانسته نمیتوانیم. اگر به آنها امکانیت ندهیم هیچگاه نمیفهمیم. تو انتظار شو. خوب شد است. Varsın görmesin gözüm, kalbimden vuran şikarı. Varsın değmesin elim, rüzgarı ağlatan saçını. Varsın güneş doğmasın, üstünde kalsın ahı. Varsın sabah olmasın,
belki yar aşkının esiriydim belki o sevdana serseriydim belki yar dermansız bir dertliydim sevdim amansız sevdim belki yar aşkının esiriydim belki o sevdana serseriydim belki dermansız bir dertliydim sevdim amansız sevdim. شبی گذشته وقتی که به من سرگذشتت رو نقل کردی خودم رو به زور داشتم چطور پدرت بودنم رو میگفتم شخصی که تو رو ترک کرده است تو رو پدر میگویی مگر همش دروغ بود ایهان در کجایی برادر یاری دید این آدم از روش رفته است زود بچه رو بیارید حاسی او چی شد؟ نمیدونم در آن یفتم از روش رفته بود گرفته آوردم کنی وایستا در وایستا نمیتار رفتیم اجازه کنید شما وایستا برایت خوراک آوردم میخوایی؟ آب برای خدا آب گیر کار خوب کردی شما چی کار کردی؟ التماس آب اگر دیشب ما رو آواره نمی کرده حالا هم آب میخوردی هم خوراک اکنون آب رو از زمین جمع کرده نوش با او چی دست؟ از کجا دانم به فکرم بیمار است تب دارد با من چی؟ به این هم میمورد باز رفته برایش دارو بیارم قوای برق از فروزانک‌ها گرفته است اما نوارها رو توسط وایرلس میبینم تو وایرلس مرلس رو مونو این چی معنی دارد همین رو به ما گوی؟ مگر معلوم نیست بینار
کسی ما را نظارت میکند. خیر این کارو کی میکند؟ اکنون این آدم رو چی طور میابیم؟ میتوانم گویم که در همین آشیانه است. این سیستم عادتی بوده، با مسافه دور موج نمیدهد. لیکن در این آشیانه کارمندانی زیاد هستند. اما با این کار تنها 2 شخص جسارت کرده میتواند. شرف با تو چی شد فریده؟ اکنون میپرسی مگر دیر شده است؟ مرا بسیار عذاب دادی، تنهایم گذاشتی. اکنون این بار رو برداشته نمیتوانم. از نو آغاز میکنیم فریده. برای همین آمدم، برای بردنی تو. به خانه امان. به خانه امان. شرف ما رو تنها نگذار، هیچگاه. فشارش پس شد. نمیدانم با چقدر به این دردها طاقت میکرده باشد. بس است. ما رو کمی تنها گذارید.